سلام به همه دوستان عزیز که این لایو رو دارن تماشا میکنن. من منتظرم که یه سری از دوستان دیگه هم بیان توی لایو و لایو رو شروع کنیم. خب منتظریم که ندا بیاد و نفیسه. خب ندا اومدی؟ خب نفیسه اومدی؟ خب نفیسه چیز کن. آره خب اکسپت کردم. سلام علیکم، خوبی عزیزم؟ سلامات جون، چطور؟ شبت بخیر. شب شب ملبورن. قربان. خب ربیان اومد نه فیلتر خوب میکنم. فرستاد. خب نفیسه هم اومد. خب سلام عزیزم. سلام نفیسه جون. نفیسه هنوز نیومده. ربیه اومد. آها نفیسه هم اومد. خوبی؟ سلام سلام. سلام دوستان. خوبی؟ سلام دوستان. خب ما یه هم جا داریم. اگه کسی میخواد جوین شه بیا. 4 نفر می ربیه اگه میخوای بیا. قد شدی. سلام ملوری، میخوای بیای بالا؟ اگه من دارم فیلترامو امتحان میکنم. بلش کن دیگه. خب پس میگم شروع کنی. بازم سلام عزیزم. اگر که حالا چیز بود کسی خواست جوین شه، یه نفر دیگه هم میتونه بیاد. یه سری سوال بود از بس شده بود که من گفتم که حالا یه لایو بذاریم که به سوالات جواب بدیم. بازم هر سوالی که از شما میشه. باشه عزیزم، باشه اشاره دفعه دیگه. خب سلام سبا جان. سبا میخوای بیای بالا؟ اگه میخوای بیای بالا بنویس اوکی که من اکسپت بکنم. تو اینجا درخواست دادی سبا. خب یه سری سوال شده بود از ما که حالا به این سوالا جواب بدیم. از شما هر سوالی شده باز اینجا میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. یه سوال که خیلی میشه اینه که خب کار ما تو این بیزینس چیه؟ ما چی کار دقیقاً داریم انجام میدیم؟ یکی این سوال بود. یکی این که آیا ما نیاز به مهارت و تجربه خاصی داریم اگر بخوایم این بیزینس رو شروع بکنیم؟ راجع به این دوتا قضیه قرار صحبت کنیم. بازم اگر وقت داشتیم بازم سوالات، من چند تا سوال نوشتم بعدش هم میتونیم ببینیم که خب حمیده میخوای بیای بالا؟ هی برای من درخواست میاد. حمیده اگه میخوای با دور برمیدارم. حمیده و سبا اگر که میخوای بیاین بالا این زیر تو کامنت بذارین، یکیتون میتونه بیاد بالا. اگر که میخواین بیاین بگین این پایین بذارید که من جوینتون بکنم، یا حمیده یا سبا. خب حالا تا اینکه یکی از بچه‌ها بیاد جوین شه، من یکی از این سوالا جواب بدم. این که میپرسین که خب باشه چند دقیقه دیگه بیا حمیده. اوکی. هر موقع که درخواست دادی من چیز میکنم، اکسپت میکنم. این که میپرسین که کار ما تو این بیزینس چیه؟ ما کار اصلیمون این هستش که به افرادی که دوست دارن درآمد آنلاین داشته باشن، درآمدزایشون از طریق آنلاین باشه کمک میکنیم. یعنی کمک میکنیم که از طریق پلتفرم‌های مختلف که تو دنیا مطرح هست مثل فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، لینکدین، از طریق پلتفرم‌هایی که تو دنیای آنلاین مطرح هستش ما کمک میکنیم به افراد از این طریق درآمد داشته باشن و بیزینس خودشون رو ستاپ بکنن. یعنی درآمدزایی آنلاین رو به افراد یاد میدیم و اونها بیزینس آنلاین خودشون رو ستاپ میکنن. این کار اصلی ما هستش تو این بیزینس و به افراد کسانی هستن که خب دوستان یه درآمد دوم داشته باشن در کنار کار اصلی خودشون، یا اینکه نه کلا دوستان فول تایم این کار رو انجام بدن، یا اینکه نمیتونن بیرون از خونه کار بکنن، یا اینکه دانشجو هستن نمیتونن فول تایم کار بکنن. بالاخره یه سری افراد هستن که دوستان از طریق آنلاین درآمد داشته باشن. کار اصلی ما کمک به این افراد هستش که بتونیم بهشون علم سوشال مدیا مارکتینگ یا علم تبلیغات و بازاریابی تو شبکه‌های اجتماعی رو یاد بدیم و بهشون آموزش بدیم چطور از طریق پلتفرم‌های مختلف مثل فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب که همه باشون سر کار داریم چطور درآمد داشته باشیم و درآمدزایی آنلاین به افراد رو ما یاد میدیم تو این بیزینس و این کار اصلی ما هستش. بازم دوستان اگه هر سوالی داشته باشین میتونید توی کامنت ها مطرح بکنید، ما پاسخگو هستیم. حالا باز ببینم کی میخواد بیاد. خب حمیده من اکسپتت بکنم که بیای بالا؟ من اکسپتت کردم حمیده، دیدم درخواستت رو. هر موقع آماده بودی بیا. خب دیگه 4 نفر تکمیل شد. خب حالا دوستان اگر که باز شما هم ازتون سوالی میشه راجع به اینکه کار ما چی هستش، اگر توضیح دادید بگین، اگر که نه بریم سراغ بعدی.
خیلی عالی توضیح دادی عاطفه جون. آره ما دقیقاً به آدما کمک می‌کنیم که درآمد داشته باشن از طریق آنلاین، از طریق پلتفرم‌های سوشال مدیا مثل لینکدین، اینستاگرام، فیسبوک. به 7 تا پلتفرم رو بهشون یاد میدیم و کار ما کار دیجیتال مارکتینگ هست، در واقع همون علم روز دنیا که دانشگاه یا بخوام برن سلام. سلام. خوبین؟ ببخشید من انقدر به هم ریختم اصلا صدامم گرفته بود، گفتم بذارین یه فرصت پیدا کنم یه خورده بیام. خوبی خیلی هم خوبی. خب قربونش همین جان. صحبت خیلی سوال میشه که کار ما تو این بیزینس چی هستش. من توضیح دادم، حالا ندا هم داره یکمی اضافه میکنه، باز اگر دیدین جایی کم و کس گفتیم بکنید. حتما مرسی. آره بعد ما کارمون دیجیتال مارکتینگ هست که در واقع اگه بخوام برن کلی در واقع 15,000 تا 20,000 تا هزینه کنن برای اینکه این علمو یاد بگیرن، ولی در واقع توی سیستم ما کمکشون میکنیم که در واقع بیزینس خودشون رو ران کنن و آموزش ها براشون باز میشه و ما به عنوان منتور همیشه همراهشون هستیم. 24 قدم به قدم آموزش ها رو برن جلو و از طریق آنلاین درآمدزایی کنن. این کل داستانه، ولی خب حالا کلی دیتیلز داره که ما همیشه پیشنهاد میکنیم دوستان به دوره آزمایشی بیان که در واقع با دیتیلز این موضوع آشنا بشن و خودشون از نزدیک تحقیق کنن ببینن که به دردشون میخوره یا نه. یکی از سوال پرسیده که اگر که ما بخوایم با شرکت کار کنیم، بین ما و شرکت قراردادی صورت خواهد گرفت. ببینید حالا من کل بیزینس مدل رو اینجا توضیح میدم، یه توضیح مختصر میدم، امیدوارم که جواب سوالتون داده باشم. یه شرکتی هست که ما رو ساپورت میکنه، کل سیستم ما رو ساپورت میکنه، آموزش ها رو آپدیت میکنه، برای ما آموزش ها رو باز میکنه، بیزینس آیدی به ما میده که این بیزینس آیدی همه جای دنیا به غیر از ایران و افغانستان معتبر هستش. و این شرکتی که ما رو ساپورت میکنه ما محصولات اون شرکت رو به صورت مستقیم نمیفروشیم، بلکه محصولات پشت سیستم به صورت اتومات داره به فروش میره و کاری که ما میکنیم کار تبلیغات و باز هم ما تبلیغات و بازاریابی برای محصولات انجام نمیدیم، بلکه ما علم تبلیغات و بازاریابی رو تبلیغ میکنیم. یعنی ما فرصت درآمدزایی آنلاین رو به افراد معرفی میکنیم. افرادی هستن که دوستان از طریق آنلاین درآمد داشته باشن، ما این فرصت رو بهشون معرفی میکنیم، اینها وارد سیستم میشن، آموزش ها رو دریافت میکنن و بعد خودشون به عنوان کوچ و منتور این فرصت درآمدزایی آنلاین رو برای دیگران معرفی میکنن. یعنی که مثل کارهای آنلاین دیگه نیست، مثل کار آمازون و اینا که ما درگیر خرید و فروش کالا نمیشیم، درگیر شیپینگ کردن مشتری، نمیدونم برگشت محصول، این درگیری ها رو ما نداریم تو این بیزنس و فقط از طریق تبلیغات و بازاریابی کار میکنیم. حالا اگر شما این علم داشته باشید میتونید اینو برای شرکت های دیگه هم استفاده بکنید. چه بسا تبلیغات من که پخش میشد همه جا، تو همین سیتی شرکت هایی بودن که به من زنگ میزدن و میگفتن که کار تبلیغات من انجام بدم، ولی خب من متاسفانه چون فرصت این کار نداشتم متاسفانه نتونستم انجام بدم. ولی کسانی دوستانی هستن که این کارو انجام نمیدن، علم سوشال مدیا مارکتینگ رو دارید، علم تبلیغات و بازاریابی رو دارید، میتونید برای هر شرکت دیگه ای انجام بدید. خیلی هستن خودشون یک بیزینس دارن و از این علم استفاده میکنن برای بیزینس خودشون. چه بسا ما تو تیممون داریم که کسانی هستن که بیزینس آفلاین دارن و برای تبلیغاتشون دیگه نمیخواد پول به شرکت‌های تبلیغاتی بدن، خودشون این علم دارن و برای بیزینس خودشون از این علم استفاده میکنن. امیدوارم که جواب سوالتون رو داده باشم. خب حالا اینکه حالا ما چه کاری انجام میدیم فکر کنم که توضیح دادیم. حالا اگر دوستان دیگه نفیس جان یا حمید جان اگر شما هم توضیح دارید بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ سوال بعد. ممنونم. کاری که شما کاملا توضیح دادین. بعد نمیدونم چرا یکم نامفهومه، باز دوباره همه سوال میکنن، با اینکه این همه ویدیو هست، این همه اد هست، همه نگاه میکنن بازم سوال میکنن. خب ما چرا میگیم که شما وارد دوره 30 روزه تریال بشین و اون $149 رو بدین، بعدم نمیتونین اگه نخواستین برمیگرده بهتون این پول؟ به خاطر که این یه مجموعه خیلی بزرگه، چندین ساعت طول میکشه و هیچ کدوم از ما توانایی بیانش رو در چند دقیقه نداریم واقعا. بعد من خودم هم میدونم، مثلا من خودم فرض کن اولین بار اگر بخوام بشنوم، آدم منطقی بخواد در موردش فکر کنه، من مثلا میام از شما سوال میکنم، شما میگین که یه مارکتینگ بعد این کارو بکنم، میگم یعنی چی آخه؟ چی باید بفروشم؟ بعد چی کار بکنم؟ هر چی میگی طرف مقابل گیج‌تر میشه دیگه. هی بعد توضیح بدی، باز دوره نامفهومه، هی بعد توضیح بدی نامفهومه. خب ما اگر اصرار میکنیم واقعا به دوستان میگیم که لطف کنین بیاین توی این دوره شرکت کنین، فقط به خاطر اینکه شما آگاهی بیشتری داشته باشین و واقعا آشنا بشین، ببینین این علم چی هست.
دوست داشتین انجامش میدین، دوست نداشتین اصلا هیچ اجباری درش نیست. هیچ کس نمیگه چرا اومدی چرا نیومدی، یا چرا میخوای برگردی چرا میخوای پولتو بگیری. اصلا این مسائل وجود نداره و این یکی از بهترین امتیازات این بیزینسه. خب شما میان وارد این دوره میشین، 30 روز هم وقت دارین، تمام اطلاعاتی رو که میخواین به دست میارین، تمام تحقیقاتی که میخواین انجام میدین، ببینین آدم این کار هستین یا نیستین. یکی میاد وارد میشه بعد میگه من هر چی فکرشو میکنم نمیتونم، توانایی انجام این کارو ندارم. خب خیلی هم طبیعیه، همه نمیتونن یه کار رو انجام بدن، در توانایی واقعا در توان کار خاصی نیست ولی خیلی‌ها نمیتونن انجامش بدن، نمیشه ایراد گرفت. پس بنابراین اگر ما اصرار میکنیم و یا میگیم به دوستان و یا توضیح زیادی نداریم، فکر میکنن ببخشید معذرت میخوام مثلا این کلاس میذاری، کلاس گذاشتن به خدا نیست، نمیدونم چی باید بگم که شما رو بتونم قانع کنم که بگم این بیزینس چی هست. خیلی سخته. ما فقط یه 90 دقیقه تریال داریم، یعنی مثلا یه وبینار 90 دقیقه‌ای داریم. من چطوری 90 دقیقه رو تو 2 دقیقه برای شما بگم یا تو یه جمله برای شما بنویسم که قابل قبول باشه؟ پس بنابراین از دوستان خواهش میکنیم بفرمایید. بعد ما هم ادعا میکنیم که این سیستم به صورت اتومات داره کار میکنه، سیستم اتوماسیون هستش که داره برای ما کار میکنه. و اگر ما بخوایم وارد این سیستم میشه و میخواد یعنی وارد این بیزینس بشه، بخوایم نیم ساعت تا 1 ساعت وقت بذاریم، یعنی که حتی حداقل 10 نفر هم مثلا 10 ساعت از وقتمون گرفته میشه فقط سر اینکه ما بخوایم توضیح بدیم. خب ما این برای آموزش به افراد، یعنی ما میگیم که سیستم اتوماسیون داره برای ما کار میکنه و وقتی این ادعا رو داریم یعنی که این تو جریان سیستم باید بیافتید، یعنی باید با سیستم همراه باشید. این هستش که شما اگر که علاقه‌مند هستید راجع به این کار بیشتر بدونید، یه وبینار 90 دقیقه انگلیسی داریم، وبینار فارسی هم داریم. اونا رو ما براتون ارسال میکنیم، شما وبینارها رو تماشا میکنید. بعد یه دوره 30 روزه ترایال داریم که وارد دوره 30 روزه میشید، اونجا اطلاعات رو کامل میگیرید، کوچینگ کار دارید. ما 185,000 نفر تو دنیا هستیم که این کار آنلاین داریم انجام میدیم. شما با هر کدوم از ما میتونید ارتباط بگیرید. این ارتباط اون دوره ترایال اتفاق میفته و تو دوره ترایال که وارد شدید عضو گروه 185,000 نفری فیسبوکیمون میشید و اونجا اطلاعات رو کامل میگیرید. اگر خواستید وارد این بیزینس بشید خب چقدر عالی، ولی اگر نخواستید این پول به حسابتون ریفاند داده میشه و هیچ ریسکی نداره. حداقل یه بیزینس مدل رو بررسی کردید، با فرصت‌های درآمدزایی آشنا شدید. حتی اگر دیدید برای خودتون مناسب نیست، شاید برای یک از اطرافیانتون مناسب باشه و بتونید این فرصت رو بهش پیشنهاد بدید. و چیز دیگه که عاطفه جان خیلی سوال میکنن، من دیدم مثلا امروزی که از من سوال کرده بود تو ماه اول چقدر درآمد دارین؟ هنوز هیچ در مورد این موضوع نپرسیده. در ماه اول چقدر درآمد دارین؟ شما رو کنی مگه میشه الان شما یه مغازه میزنی، هر مغازه‌ای میتونم من از شما سوال کنم در ماه اول چقدر درآمدته که اومدی مغازه رو باز کردی؟ اصلا یه چیزیه که غیر ممکنه من چطوری به شما جواب بدم. یعنی نمیدونم یه سوالایی میکنن چون مثلا ما میگیم درآمدزایی خوبی داره، همیشه هم دوستان همیشه توضیح میدن شما باید تلاش کنی. در هر بیزینسی هر کاری نیاز به یه تلاشی داره، یک وقت و زمانی داره و ما این کارمون آموزشیه. آموزش رو میبینین، دوره ها رو تکمیل میکنین، بستگی به خودتون داره 2 ماه 3 ماه 1 هفته 2 هفته یا اینکه 1 ساله. هر جور که شما پیش برین بعد شروع میکنین به درآمدزایی. به خودتون بستگی داره که چقدر تلاش کنین، چقدر بخواین یعنی درآمد داشته باشین. خب من موندم واقعا مثلا چه جوابی آدم باید بده که یه سوال خیلی ساده‌ای میپرسن ولی آدم نمیدونه چی جواب بده. بله خب افراد، ولی من بهشون حق میدم که این سوال بپرسن چون که میخوان یه بیزینس ستاپ بکنن و باید کامل با این ابعاد هم بیزینس آشنا باشن. ما به صورت دقیق نمیتونیم الان بگیم که چقدر درآمد داریم، ولی شما میتونید وارد گروه فیسبوکیمون بشید. چون ما تو گروه فیسبوکی درآمدهامون رو به اشتراک میذاریم، اونجا از بیزینس میگیم، هر هفته هر روز هر چقدر درآمد داشته باشیم اونجا یک مقدارش رو به اشتراک میذاریم، راجبش پست میذاریم. حالا فقط به ما اکتفا نکنید، ما 4 نفر هستیم از 185,000 نفر. شما میتونید وارد این گروه فیسبوکی بشید و با دیگر افراد ارتباط بگیرید. ممکنه شما تا کشور فرانسه باشید، آلمان باشید، هر جای دنیا که باشید اونجا بالاخره یکی هست که اونجا مثل شما باشه، تجربیاتش رو با شما به اشتراک بذاره، بک‌گراندش مثل شما باشه، باش ارتباط بگیرید و اینکه ببینید که از نزدیک ببینید که آدم‌های واقعی و معمولی مثل ما چقدر درآمد دارن، چقدر کار میکنن. کلا ارتباطاتتون با این بیزینس تو اون دوره 1 ماه اتفاق میفته و اونجا که کامل اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدید و اطلاعات رو دریافت بکنید. و به خاطر همین هست که میگیم وارد دوره آزمایشی بشید، چون که اونجا تمام اتفاقا و تمام آموزش راجع به بیزینس تو اون دوره 1 ماه اتفاق میفته و تصمیم میگیرید که آیا وارد این بیزینس بشید یا نه. دقیقاً. مرسی عاطفه جون. خواهش می‌کنم عزیزم. و قبل از اینکه وارد دوران 30 روزش نه، عاطفه جان ما
گروه وی آی پی هم داریم که دوستا میتونه فقط وقتی که اسم و ایمیل آدرس خورد ما سند منه یا وارد از امی وبسایت ما میشه که بعد از دیدن از امی ویدیوی 90 دقیقی اونا هم رای ما در فیسبوک کنکشن و ما گروه وی آی پی داریم که اونا را در گروه وی آی پی خود اد منیم و اونا از اونجا هم که ما امین وبینار 90 دقیقی را به زبان فارسی ترجمه کردیم و خلاصه کردیم و در اونجا به نشر رسیده و همچنان سوالاتی خیلی از عزیزان به زبان فارسی به صورت ویدیویی جواب دیده شده که عزیزان میتونه در اونجا بره و خیلی از جواب سوالای خود از اینجا هم در دست بیاره. وقتی که اینا زیاد اگر و مگر دارن که نمیتونن تصمیم بگیره که $149 با آسانی پرداخت کنه، خب میتونه بره در گروه وی آی پی ما و از اونجا معلومات در دست بیاره و شاید تصمیم گیری برایش آسان تر شنه. دقیقاً. یه سوالم که میشه اینه که آیا خیلی خوب باشه این سوالی که از دوستان میخوان جواب بدم در مورد اینکه زبان یه بار دیگه سوالتو بگی چون صداتون قطع شد. میگم زبان انگلیسی رو میپرسن که زبان انگلیسی باید در چه حدی باشه که بتونن تو این بیزینس موفق بشن، پیشرفت بکنن. کی میخواد جواب بده این؟ بگونه داشتم. در حد متوسط واقعا کفایت میکنه، به خاطر اینکه تمام آموزش ها به صورت بیسیک در واقع ویدیو بیس هست، در اختیارشون قرار میگیره و یک منتور و کوچ فارسی زبان همراه با آموزش ها در اختیارشون هست که 24 ساعته در واقع جوابگوی سوالاتشون هست و قدم به قدم با اونها پیش میره و آموزش ها رو در واقع هر جا که به مشکل بر بخورن میتونن جوابش رو از کوچ و منتور بپرسن و یه در واقع نرم افزارهایی هم هست که وصل میشه به اون سیستم که زیرنویس فارسی در واقع آموزش ها رو ببینن و دیگه هیچ مشکلی نمیمونه فکر میکنم. ولی دوستان بودن که حتی از کشور اروپا اومدن که اصلا زبان انگلیسی بلد نبودن، زبانشون خیلی ضعیف بوده، ولی با پشتکارشون، با تلاششون، به خاطر اینکه هدف داشتن تو این بیزینس، یواش یواش یاد گرفتن، زبان خودشون رو بهتر کردن. ولی واقعا در حد متوسط و بیسیک که همه ما داریم در واقع تو بیشتر کشورهای در واقع انگلیسی زبان زندگی میکنیم، استرالیا، آمریکا، کانادا، حالا غیر از یه سری کشورهای اروپایی، در حد بیسیک هممون بلدیم کارهای روزانه‌مون رو پیش ببریم، به هر حال یه سری چیزا رو بخونیم. واقعا در حد متوسط کافیه، ولی میگم منتور و کوچ فارسی زبان خب خیلی کمک میکنه، یعنی واقعا پیش از همراهشون هست و هر جا که گیر کنن و سوالی داشته باشن کمکشون میکنه. دقیقاً. حالا برای اینکه چقدر وبینار انگلیسی رو براتون میفرستیم، اگر 30-40% اون وبینار رو متوجه شدید یعنی که میتونید وارد این بیزنس. ولی اگر هیچی از اون وبینار متوجه نشدید خب متاسفانه این بیزنس برای شما مناسب نیست. باید در حد بیسیک بلد باشید انگلیسی و 30-40% از اون وبینار رو متوجه بشید یعنی که شما برای بیزنس مناسب هستید و نیازی نیست که به زبان انگلیسی حرف بزنید، چون که شما وارد به انگلیسی صحبت کنید. آره. ببینید نه، ما وارد جامعه فارسی زبان میشیم. وقتی که شما وارد این بیزینس بشید وارد جامعه فارسی زبان میشید که حدود 2000 خورده فارسی زبان تو این بیزینس هست که دارن کار میکنن. ولی اگر شما یک زبان دیگه بلد باشید، حالا انگلیسی به صورت فلوئنت بخواید حرف بزنید، زبان اسپانیایی، فرانسه، هر زبان دیگه بلد باشید، براتون یه مزیت محسوب میشه و میتونید از این مزیتتون استفاده کنید و با کسانی که زبانشون فرانسه هستش، زبانشون اسپانیایی هستش، هر زبان دیگه که شما بلد هستید میتونید باشون ارتباط بگیرید و به اونها هم این فرصت درآمدزایی آنلاین رو معرفی بکنید. ولی اگر فقط فارسی بلدید و تا حدود بیسیک انگلیسی، این بیزینس مناسب شما هم هستش. آره دقیقاً. بله خب ما اینجا انگلیسی اصلا صحبت نمی‌کنیم، نیازی نیست که شما انگلیسی صحبت بکنید، بلکه فقط در همین حد که متوجه بشین کفایت میکنه. شاید دوستان فکر میکنن که چون اگر این مجموعه در کل بیسیکش انگلیسیه یعنی یه زبان دیگه است، شاید فکر میکنن اگر کسی انگلیسی میدونه موفق‌تر خواهد بود، ولی اینجوری نیست. ما خیلی‌ها رو داریم که حتی میدونین مثلا هیچ تصویری از خودشون نمیذارن، هیچ ویدئویی از خودشون نمیذارن و خیلی افراد موفقی هستن که داریم از دوستانمون، همکارانمون که اینجا هستن. پس اصلا ربطی نداره به صحبت کردن. شما مثلا نیازی نیست حتی صحبت بکنین. شما مهمه که توی اون زمینه بخواید فعالیت کنین. حالا اون چیزی که خودتون انتخاب میکنین زمینه فعالیتتون رو میتونین فعالیت کنین، نیازی به صحبت کردن هم نیست. بله.
باز خیلی میپرسن که ما تا الان توی فضای مجازی فعال نبودیم، آیا میتونیم این بیزینس مناسب ما هست یا نه. من خودم مثال میزنم، همیشه میگم که من آره همه آره آره من خودم من خودم اصلا تو عدمم گفتم بودم من یه آدمی که کلا با فضای مجازی قهر بودم، الان اینجا نشستم. اصلا پس مشکلی نداره. هیچ کدام از ما اول آدمای سوشال میدیا نبودیم تا دقیقاً یکی هممون آدم این بیزنس عادی. شروع کردیم. آره بله دقیقاً. آدمای ساده و که فقط از صفر شروع کردیم. دقیقاً هممون میخوایم که یه موقعیت بهتری داشته باشیم، یه پلن بی در کنار این کاری که داریم انجام میدیم برای زندگیمون داشته باشیم، بتونیم یه درآمد بهتری داشته باشیم که بخوام یه پشتوانه در واقع باشه برامون. همه ماهای انسانهای عادی مثل بقیه هستیم، هیچ کدوم به اون یکی برتری خاصی نداره. حالا استعدادها یه چیزاییه که اصلا یه بحث جدایی داره، ولی در کل ما یه مجموعه انسانهایی هستیم روزمره عادی. هر کسی یه کاری داره برای بهتر شدن زندگیش و گذران بهتر زندگیش، برای آینده بچه‌هاش و هر چیز دیگه، حتی برای خودش. به دنبال این بودیم و هستیم که یه کار دیگه رو داشته باشیم که بتونیم یه درآمد بهتری در کنار این درآمدی که داریم داشته باشیم و بهمون این اجازه رو بده که زندگیمون راحت‌تر و ساده‌تر باشه، فکرمون آزادتر باشه، که از زندگی لذت بیشتری ببریم. همین. حالا هر کسی یه انگیزه‌ای داره. عاطفه جون میخواد، دوست داره وقت بیشتری بچه‌هاش کوچولوان از الان با بچه‌هاش داشته باشه. فرض کن ندا جون یه کار دیگه‌ای رو داره. من مثلا برای آینده بچه‌م فکر می‌کنم. همینجوری دوست عزیزمون، ببخشید من اسمتون رو، اسم دوستمون که الان هستن توی لایو من نمیدونم. ملیحه جون. هر کسی بالاخره یه انگیزه‌ای داره. از دوستان هر کسی که میاد اینجا یک هدفی داره، بستگی به اون هدف شما داره. خواست شما مهمه. شما اگر خواستی میتونی کوه جابجا کنی، ولی اگر بهانه بخوای بیاری، ساده ترین کارم جلوی شما بزنن که غذا خوردن باشه، میگی خیلی سخته، من باید بجوم بعد مثلا قورتش بدم. این برای همه وجود داره. پس خواستت مهمه، فکرت و نگرشت مهمه که اونو چجوری تغییرش بدی که بخوای به هدفت برسی. همین. فکر میکنم این راحت ترین چیزیه برای تصمیم گیری هر کسی که بخواد یه کار تازه‌ای رو شروع بکنه. بله. یکی از دوستان اگر ویدیو نمیذارن و تبلیغات نمیذارن چجوری لید میگیرن؟ ببینید کار ما اینه که فرصت درآمدزایی آنلاین رو به دیگران معرفی کنیم. این معرفی میتونه از طریق ویدیو باشه، میتونه از طریق عکس باشه، از طریق تکست باشه، از هر طریق، از طریق لایو باشه. شما انتخاب میکنید با چه راهی بهتر ارتباط برقرار میکنید و اون راه رو انتخاب میکنید. چه بسا آقایون هستن تو این گروه، من یه آماری رو شنیدم که خودم باورم نمیشد که حدود 45% از افراد تو این بیزنس آقا هستن، ولی ما آقایون رو خیلی کمتر جلوی دوربین می‌بینیم، خیلی کمتر از ولی افراد هستن ولی رو لایو نمیان، از طریق دیگه دارن استفاده میکنن، از طریق تکست میکنن، انیمیشن استفاده میکنن، عکس استفاده میکنن. نیازی نیست که لایو بیان، نیازی نیست که ویدیو از خودتون بذارید و ما تبلیغاتمون از طرایق مختلف هستش و ما به شما یاد میدیم که از چه طریقی استفاده بکنید. ما همه مراحل رو به شما میگیم و شما انتخاب میکنید با کدوم مراحل راحت‌تر ارتباط برقرار میکنید و اون روش رو انتخاب میکنید برای خودتون که بخواید به عنوان کار تبلیغاتیتون استفاده بکنید. چه بسا کوچ خود ما که خودش 4 سال هست تو این بیزنس هست همیشه میگه که من تا 1 سال و نیم اول با اینکه درآمدم ماهی 5 رقمی بود ولی هیچ ویدیو، هیچ لایوی نداشتم از خودم. پس لازمه موفقیت افراد تو این بیزنس نیست که از خودشون ویدیو بذارن، لایو بذارن، عکس بذارن. نه، راههای مختلفی هستش. ما به شما آموزش میدیم از چه راهی انتخاب بکنید و شما با هر راهی که راحت‌تر بود این راه رو انتخاب میکنید و این فرصت اطلاع، این درآمدزایی آنلاین رو به دیگران چیز میگیم که همچین فرصتی هست برای درآمدزایی آنلاین، به اطلاع دیگران میرسونید، معرفی میکنیم در واقع. چرا سخت شد آخه ما هی فارسی و انگلیسی و بعد یه سری کلمات اصلا آدم خود به خود یادش میره. تو روزمرگی داری حرف میزنی بعد نمیدونی چه جوری بگی الان درست دارم میگم اشتباه میگم. هر زبان میکس کنیم. It's okay. دقیقاً. ولی متوجه شدن. نگران نباش. باز یکی گفتن که نیازی نیست که توی سوشال
یه سوالی هم که میشه بازم به نظرم تو حرفامون گفتیم و حالا باز به صورت خاص بخوایم بهش بپردازیم، اینکه آیا نیاز به تجربه یا مهارت خاصی هستش که وارد این بیزینس بشیم یا نه. اگر شما یه نگاهی بندازید به ما 4 نفر با بک‌گراندهای متفاوت، با همه چیمون با هم فرق میکنه، سنین مختلف، همه چی مختلف، ولی این کار آنلاین داریم شروع کردیم. پس هیچ نیازی نیست که شما تجربه یا مهارت خاصی داشته باشید، بلکه فقط باید یک دلیل قوی و قانع کننده داشته باشید تا اینکه این بیزنس آنلاین رو بر خودتون راه اندازی بکنید. و هیچ نیازی نیست که مدرک خاصی داشته باشید، مهارت خاصی داشته باشید. و یعنی ما تو تیممون از خونه‌دار داریم، از راننده کامیون داریم، از آتش نشان داریم، معلم داریم، دکتر داریم، مهندس داریم، جراح داریم، داروساز داریم. همه ما به یک سیستم متصل هستیم و هم داریم از یک فرصت درآمد بدون اینکه اصلا مهم باشه که ما چی خوندیم، چه کار کردیم. همه آموزش‌ها برای ما یکی هستش و آموزش‌ها اونقدر ساده و گام به گام هستش که حتی ایمیل ساختن هم ما به شما یاد میدیم که چطور ایمیل بسازین تو جیمیل، چطور اکانت داشته باشین، چطور فیسبوک بسازین، پیج فیسبوک، پیج بیزینستون رو بسازین. همه اینها رو ما قدم به قدم و گام به گام به شما آموزش میدیم. به صورت ویدیو بیس هستش. هر زمان که شما فرصت داشته باشید میتونید به این سیستم آموزشی وصل بشید و آموزش‌ها رو دریافت بکنید. من خودم هم موقع بچه‌ها می‌خوابوندم، یعنی این موقع‌ها بود که من همیشه می‌شستم آموزش‌ها رو دریافت می‌کردم. هر کسی یه تایمی داره برای خودش، ممکنه که صبح باشه، شب باشه و این بستگی کاملا به شما داره که کی دوست دارید آموزش‌ها رو دریافت بکنید. و واقعا عاطف جون آموزش‌ها یکسان هست برای همه افرادی که وارد، هیچ تفاوتی وجود نداره. هر کس بر اساس زمان زندگی خودش، لایف استایل زندگی خودش میتونه تنظیم کنه که کی در واقع و چقدر زمان بذاره برای آموزش ها. یکی ممکنه روزی 4-5 ساعت وقت بذاره، یکی ممکنه فقط روزی 1-2 ساعت وقت بذاره، ولی خوبیش این هستش که همه چی یکسانه، در اختیارشون قرار میگیره و بر اساس در واقع زندگی خودشون، زمانبندی زندگی خودشون میتونن برنامه ریزی کنن و در واقع تو این سیستمش رقابتی هم وجود نداره بین افراد. همه موازی همدیگه توی کامیونیتی هستن، به همدیگه کمک میکنن دلسوزانه و همه همکار هستن با هم دیگه. اینش هم خیلی من دوست دارم، هیچ رقابتی وجود نداره بینشون. دقیقاً هیچ نجات پرستی، هیچ برتری نسبت به دین سوال کنن، نمیدونم تو از کجا اومدی، چرا سیاهی، چرا سفیدی، چرا این دینو داری اونو نداری، هیچ ربطی به این چیزا نداره. ما یه کامیونیتی خیلی بزرگی هستیم که همه با هم دوستیم از سراسر دنیا. ما 4 نفر الان اینجا هیچ کدوم همدیگه رو تا حالا ندیدیم، ولی ارتباطمون خیلی قوی تر از اون چیزیه که کسی بخواد تصور کنه. واقعا در هر شرایطی میتونیم به هم کامنت بدیم، زنگ بزنیم، سوال کنیم. یکی هم اتفاق نباشه مثلا حال احوال همون میپرسیم. انقدر که همدیگه رو میبینیم توی فضاهای مختلف، توی سوشال مدیا، مثلا من بعضی از دوستان رو زنگ میزنم یا پیام میدم، میگم نیستی، نمیبینم، پستی چیزی نمیذاری، حالت خوبه، کجایی، مشکلی نداری؟ مثلا آمریکان، کانادا، من مثلا انگلیسم، هر کسی یه جاییه. این یکی از بهترین مزیتاییه که این بیزینس واقعا داره و هیچ برتری نسبت به هم نداریم که بگیم که من کیم اون کیه، یا چرا مثلا اون تحصیلات داره من نمیخوام با اینی که تحصیلات نداره نمیدونم یا داره باشم. مثلا این چیزا وجود نداره و این خیلی خوبه توی این مورد. نمیدونم یکی از بهترین چیزاست که الان ما خیلی کم هم داریم میبینیم توی جامعه، توی کل فضاها که نگاه کنین. آره، من خودم شخصا این بخش را خیلی دوست دارم که دوستای مختلف از سراسر دنیا میتونیم we can make friend. و عملا که ما هیچ کدامش شما 3 نفر را قبلا ندیده بودم و از 4 جای مختلف استرالیا دی لایف جوین کردیم و هم صحبت شدیم. ما بسیار خوشحال هستم که دوستای مثل شما دارم و روبروش دارم و مدتی هسته که همدیگر خورا کمک منیم و نسبت به تیم ورک بسیار یک چیزای قشنگ در این بزنس که هر قدر از خوبیای از این بزنس بگی بازم کم هسته. بله، یه تیم ورک کلی یک گروهی، یک کمیونیتی بسیار هلپفول است. آدمای بسیار قشنگ در این جای گرفته که همدیگر خورا با از ته دل کمک منه. بسیار خوب است. ما همدیگر کمک میکنیم، ساپورت میکنیم و یه کار تیم ورک انجام میدیم و قشنگی این چیزی که شما با یک تیم کار ندارید، با یک تیم قوی و حرفه‌ای کار میکنید. خب حالا نتا جان میخوای بگی که کسی که بخواد وارد این بیزینس بشه چی کار باید بکنه؟ اصلا بخواد نه اینکه وارد این بیزینس بشه، نه بخواد اطلاعات بیشتر بگیره، حالا اصلا شاید وارد نشه ولی دوست داره راجعش بیشتر بدونه.
آره حتما. دوستانی که دلشون میخواد اطلاعات بیشتر بگیرن و حالا ببینن که چجوری کار میکنه این سیستم، اسم و ایمیلشون اول باید به ما بدن. ما در واقع براشون یک ورکشاپ 90 دقیقه‌ای رایگان رو ارسال میکنیم، هم به صورت انگلیسی هم به صورت فارسی. بعد اون ورکشاپ رو اگه نگاه کردن و خواستن یه مرحله در واقع جلوتر برن، به مرحله آزمایشی میرن که $149 آمریکا باید بپردازن که تا 30 روز هم فرصت دارن که تصمیم خودشون رو بگیرن. تو مرحله آزمایشی در واقع ما هزاران بار گفتیم که اصلا تمام اطلاعات کامل رو اونجا دریافت میکنن که کامیشن ها چجوری هست، با چه کمپانیایی کار میکنیم، چه محصولاتی در واقع این کمپانیا دارن. بعد به اون گروه VIP فیسبوکی وصل میشن که با فاوندرهای گروه آشنا میشن، با 185,000 نفر در واقع که دارن با این سیستم کار میکنن با اونا آشنا میشن، با درآمدهای افراد، چون افراد تو این گروه فیسبوکی درآمدهاشون رو میذارن. بعد در واقع یه پکیج اطلاعاتی هم براشون فرستاده میشه و با کوچ اصلی، مربی با تجربه و اینترنشنال هم در واقع تماس دارن و تو این 30 روز فرصت دارن که همه اطلاعات رو بگیرن و تصمیم خودشون رو بگیرن. اگر دوست داشتن که ادامه بدن، دیدن که مناسبشون هست، در واقع یه کوچینگ کال دارن و بعد بیزینس خودشون رو شروع میکنن. ولی اگر 1% دیدن که به دردشون نمیخوره، دوست ندارن ادامه بدن، درخواست فقط کافیه که یه مسیج بزنن و پولشون رو تمام و کمال پس بگیرن. بعد وقتی هم که بیزینس خودشون رو ران میکنن، در واقع همون موقع هستش که تمام آموزش ها براشون باز میشه، کوچ و منتور در واقع شروع میکنن به ساپورت و در واقع از همون روز اولم میتونن در واقع درآمدزایی رو شروع کنن. این یه خلاصه ای هستش از در واقع مراحلی که باید پشت سر بذارن. درسته، خیلی ممنون، مرسی. دوستان اگر که صحبتی مونده بفرمایید، اگر نه که ما دیگه این لایو رو طولانی نکنیم. فکر میکنم هر چیزی که باید در ابتدا همه بدونن و توضیح دادین عاطفه جون. من رفتم پایین بیشتر این لایو نباشه. بازم لایو میذاریم، اگر سوال دارین توی کامنت ها بر ما بذارید که به ما پیغام بدید. ما همه سوال رو بدیم، سعی کنیم توی لایو ها جواب بدیم که همه افراد استفاده بکنن. ممنون به خاطر این لایو، ممنون از دوستانی که ما رو تماشا کردن. ان شاء الله لایوهای دیگه. آره مرسی از مرسی عاطفه جون، مرسی قربونتون، خوشحال شدم. تشکر از کل تشکر. خدا نگهدار. خداحافظ. خدا نگهدار. خدا نگهدار.